اعضای حکمان دانش و ملکه و مهارت و استعداد اشتراکچیان را هم‌طرفه سنجیده جای سوم را یکباره به 3 نفر سزاوار دانست که آنها نظر و مکرمه و کمال و فردوس از شهر حصار، روزی و سهراب باشد از ناحیه شهر نو می‌پوشند. به هنر اشتراکچیان 76 خال بهاگذاری کرده شد و آنها برای اشتراک در دور نهایی امتیاز پیدا نمودند. من نظر و مکرمه خواننده صنف پنجم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 64 از روی نامیناسیون خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه در آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است اشتراک نمودم. از شعرهای بچگانه که میدونی از یوسف جان احمدزاده قرائت نما. ای وطنم جانی من، خوری تو بستانی من، بی تو کجا نوبهار قطره بارانی من. ای وطنم جانی من، صبح فروزانی من، هر در و دیواری تو قصر و سرابانی من. ای وطنم جانی من، درگه احسانی من، مهر و سپاست فزون در نمک و نانی من. ای وطنم جانی من، تاج درخشانی من، زنده و نامی تو باد دولت سامانی من. از میرسعید میرشکر یکم پاره شعر میدونی؟ از میرسعید میرشکر مورچه. مورچه مردی مهنت دوست، مهنت او را وجدان است. در وصف او چی گویم، او مشهوری زمان است. اگر جسمن در دنیا مورچه کلانتر می بود، حتی کوهی خورا را چپگردان می نمود. از استاد جوره هاشمی یکان شعر میدونی؟ بله. پرسش ها از جوره هاشمی. با چرا که بکه میوزد و میوزد، آب چرا جو بجو میخزد و میخزد. آب چرا کب کبود، خاک چرا سیب سیاه، سرخ و سفید و بنفش روید از آنها گیاه. اثرهای عبدالملک بهاری میدونید؟ بله. نمبر کنه تمام نمبر چند اثرش؟ من از عبدالملک بهاری فقط یک کتاب مطالعه نمودم، سیب طلایی. خوب. از عزیزی عزیز عزیز چیستان ها را خواندم. یک چیستان گوید؟ گیردگیردش چکلکزار، میانش حوزی مزار. جوابش چی؟ جوابش چشم می باشد. یک چیستان دیگر گویم. با جامه جنگ دارد، در آب چنگ دارد. از همین نویسنده عزیزی عزیز یگان حکایه بله. مطالعه کرده؟ افسانه ای سغورجان و روباهک. از افسانه های خلق تاجیک چی میدونید؟ از افسانه های خلق تاجیک قریب همش را مطالعه نمودم. قهرمانان افسانه های خلق تاجیک کیا هستند؟ افسانه های خلق تاجیک هر یک افسانهش به خود قهرمان خاص دارد. چند تاش نمبر کنید مثلا کدوم شما به مقصود؟ افسانه ای وادرق این خود درباره وادرق قهرمان اساسیش وادرق می باشد. افسانه ای زهرا و طاهر این هم قهرمانش زهرا و طاهر می باشد. باز افسانه ای مرغابی و موش این اثرهای از همه بالاترینش این اثر یعنی سیماهای اساسی این متن مرغ می باشد. من همین افسانه نخودک. بله. این نخودک کی است؟ چیکار میکنه این؟ در یک خاندان یک پیرمرد و یک پیرزن یگان کودک نداشتند. آنها بسیار از این که یگان کودک نداشتند غم می‌خوردند. بعد یک روز در خانه زن را یک کس تق تق زد و رفته در را گشود. اول فکر کرد که کدو است، رفت و کلچه آورد، اما دید که و یک مرد خردمند. آفرین خوندگی هستید. یک سوال دیگر میتونم دیگر غم نمیتونم شما با سه تا تزگویه گوید. سه تا تزگویه. چوجا افتاد جوچه به چوجه من خوجه، چوجا افتاد جوچه به چوجه من خوجه، چوجا افتاد جوچه به چوجه من خوجه. زمیره زیر ذخیره کرد، زمیره زیر ذخیره کرد، زمیره زیر ذخیره کرد.
یالی اسپانلویل یالی اسپانلویل یالی اسپانلویل. تشکر. سوال دارید؟ او برچه که مستی منو میدونید؟ فقط کمش رو. تکنی خونی؟ او برچک مستی من بیا دوان دکور دکور جو علف بدستی من بیا بخور کمور کمور نه آی میدی هم بگاب که میخورد فشر فشور. استاد عینی چی؟ از استاد عینی من پاوستی آدینه و مکتب کهنه یعنی شعرهای بچگانه دارم که به شما خواستم. شعرها من از صدرالدین عینی بیایید ای رفیقان درس خوانیم به بیکاری و نادانی نمانیم با عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خور گردد. تشکر. من کمال فیردوس خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر ایسار به نام حبیبالله نظرов میباشم. کدام اثرهای بچگانه را خوندی؟ یک چند اثری خوندگیت را نامبر کن. من از اکابر شریفی، از عبدالملیک بهاری، از عزیز عزیز، از محبوب نعمتزاده و همچنین از بابا حاجی شعرها و نقل و حکایه ها از یاد کردم. اکابر شریفی، امکی ملیسا، یا سه جمله نقل کن. احمد امروز زادروز داشت. او با همراه مادرش به مغازه رفت برای خریدن لباسهای نو. او همچنین در تن لباس نو داشت و به کوچه می رفت. پسرها با هوس به او نگاه می کردند و به خود می بالید که چنین لباس نو به تن پوشیده است و در نزد دیگران خود را والاتر حساب می کرد. و وقتی که آنها به مغازه رسیدند مادرش او را گفت که در یک کنار ایستد، حالا او رفته خرید کرده می آید. او خواب شد گفت و در همان جا ایستاد. شد دادر جان که معلوم است که میدانی عبدالملیک بهاری عجایبات نادر اینجا نوشتگی که تو خوندی، قهرمان اساسی همین اثر چی نام داره؟ آن سه قهرمان اساسی دارد که به دیگر سیاره یعنی سیاره نادر پرواز میکنند. یکی از آنها نامش جمشید می باشد که در آنجا یکی از راهبرداران در سیاره می باشد. دومین شخص گریگوری ماشینتسو می باشد که آن در آنجا تعمیرکار می باشد و همچنین سردار آن کشتی هواپیما و بعد از آن مرک یکی از کارمندانی که در آنجا در ساحه تیپ کار میکنند با آنها سفر میکنند و آنها بعد از 3 سال به یکی از سیاره های کلان میرسند که شد دادر جان معلوم است از عزیز عزیز یک حکایه زاغه که خونده ای تو در اینجا آمده است. زاغه بود. او به هوا پرواز کرده به هر جا میرفت و روز او دید که یک کمپیر به گاوش علف میدهد و میگفت خور گاو بکم خور و وقتی که گاو به او میخورد با حلاوت و زاغ پرده رفت و باز در راه دید که یک مرد به سگش یک پاره گوشت لحم میدهد و گفت خور سگکم خور و خانه مرا محافظت کن و باز زاغک پریده رفت و به پیش یک جوان رسید و به جوان گفت جوان به یک گوسفند داشت و به او کاه میداد و گفت خور گوسفندکم خور تو فربه شوی و باز زاغک پریده رفت. وقتی که به خانهاش میرفت در راه آن کمپیر رو دید که به گاو باز علف میداد و او حیران شد و پرسید ای کمپیر چرا با این گاو علف میدهی؟ او به تو چی فایده میرساند؟ معلوم است که خونده ای یگان از شاعرانی که برای بچه ها می نویسند یگان شعر میدانی از کی؟ یک پاره قرائت کن. من دو شاعری دوست داشته دارم که یکی از آنها بابا حاجی و یکی از آنها یوسف جان احمدزاده می باشد. از کدامش قرائت؟ از بابا حاجی. داستان پیرمرد و پسران ناقابل. این روایت از زمانی باستان مانده چون میراث از اجدادانمان. من فقط بر سلک نظم آرم برا بر جوانان پیشکش دارم برا گرچه آن آمیخته با کلفت است لیک مالش پند و حکمت است. بود پیری ساده و روشن ضمیر دانه میکارید در دشت و ادیر کرده عمر در زمین جهد و تلاش مینمود از پشت آن کسبی معاش
مهنتی 70 سال چون کمان قامتی شمشاد او را خم کنند مرکبی آسایشش در لاه ماند عاقبت فرتود شد از پای ماند از همه دارایی دور قمر داشت 2 فرزند تنها 2 پسر چند مدت بار پیری ورا هر دو بکشاندند با مهر و وفا لیک از بیمارداری زیاد مهرشان میکست تا رفت از نهاد جهل و نفرت جای آن را میگرفت نارکین دامان جان را میگرفت تا رها یابند آنها از کلند زیر دل تشکر مرحمت дар ҳамин рӯйхатон овардед як асар мурча ва кабутар ҳамин аз ки аст мурча кабутар халқӣ мебошад не дастпӯшак ва ҷуроб аз ки аст از سردار رحمان سرداری رهدار дуруст аз шеъри тирамоҳи латофат ки инҷа فصلی حاصل تیراماهان خیرمنی دور تیراماهان از اناری دانه دانه دامنت پر تیراماهان هم مویز و مغز داری پیسته و خرما داری از قدومت خانه ما گویا چون عید گردد هم برای هر دوی ما روزکی تولید گردد саломат бошед раҳмат حمید تو مکتبت به نام حیب‌الله نظرف ها؟ حیب‌الله نظرف همون اثری بچگان رو نویسیم؟ چی نویسیم؟ علا ترغیل چی کدام باش علا کیایی تغریلش کی؟ تغریل کی؟ علا یک گوسفندچه می باشد که آن به صورت رنگ او یعنی آن علا بود بعد او را نامش را علا ماندند و ترغیل که یک سگچه بود و او را در هنگام چاروا را چراندن در فصل زمستان از زیر بوته‌ها پیدا کرد و رنگ او زرد ترغیل مانند بود نام او را ترغیل گذاشته بود و وقتی که ترغیل را پیدا کرده بود او را به خانه‌اش برد و کمی شیر آورده به پیش او گذاشت و او اول لب نزد بعد از گرسنگی او را شیر را حریصانه خورد تشکر من روزی سهراب خواننده صنف دوی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 می باشم. از کی شعر میدونید؟ از عبید رجب، جورا هاشمی، لطافت. خب مرحمت از لطافت کنجای و مرحمت کنی یک شعر میدونید همگی؟ یک تا؟ دو تا. خیلی کنی خونید یک تا چراغکی راهنما کفالتی امن ما چشمک تو به سخن نشان دهد راه به من چشمک سرخت خطر چشمک سبزت گذر چشمک زردت آگه نمانی در بین راه چراغکی راهنما کفالتی امن ما تو بهترین رفیقی با کودکان شفیقی. من اینجا نویسید از مومین قناعت زبان توجیکی میدونید؟ بله. کنی خونید؟ قدیمی و جوانی تو خوشاهنگ و روانی تو چو بحری به کناری تو با دور و معنیکاری تو زبانی مادری ایماست زبانی مادری ایماست زبانی سعدی و حافظ زبانی رودکی هستی با ما علم و ادب آموز زی دوری کودکی هستی زبانی مادری ایما زبانی مادری ایما شوی تا باز براتر خوشاهنگ و گواراتر تو را پاکیزه می دارم برای حرمتی مادر زبانی مادری ایما زبانی مادری ایما. تشکر. بچه جان از استاد قناعت هستم از ناظر جان بهایری. از ناظر جان بهایری. درست. مرحمت سوال کی؟
از عبید رجب یکم شعر میدونی؟ بله. قرائت کن خون. مرا تنبل نگوید، تنبل بدل نگوید که من اکنون قابلم با این گپ مقابلم. بچه گپ درایم از گپ نمی برایم، نمی گریزم از کار با کار خانه تیار. جربم همراه من، جربم گواه من، از خانه با جربم تنبلی را میربم. از الفبا یکم شعر میدونی از کتاب الفبا؟ بله. من الفبا میخوانم، برا برا میخوانم. الفبای صورتدار، صورت از جودا بسیار. قد قدی راهی کلان، بچه ها شاد و خندان. سوی مکتب میرویم، مرغابیان میدویم. میدونده. تشکر. سوال دارید؟ از اثرهای نثری نویسنده و افسانه حکایه چی میدونید نویسنده های بچه ها؟ حکایه بود نبود یک پسرک بود، وای تانینا نام داشت. روز او به درس رفت، دردهایش تیار نکرده بود. با درون دلش میگفت که خدایا مرا ناعیان کن. میشیشت که یکی ناعیان شد. بعد معلمش گفت تونینا به درس نآمده است. بعد تونینا خرسند شد و رفت مگزین ها را، کارخانه ها را به جنگ انداخت. تشکر زیاد. ما زیاد چیزای از شما گرفتیم. رحمت. تشکر. дар ин номина аз байни донишҷӯён, магистр ва аспирантон ҳамагӣ як нафар иштирок намуд ки ӯ Мавлон ва Малика аз ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. Ба истеъдоди Малика ҳакамон 66 хол баҳо доданд ва ӯ иштироки худро дар даври ниҳоӣ бо гирифтани ҷойи аввал пурра таъмин намуд. ассалому алайкум доварон ва ҳозирони гиромӣ. Мавлонова Малика ҳастам, донишҷӯи бахши сеюми коллеҷи техникию омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ. инчунин омӯзгори соли аввали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи Рӯдакӣ мебошам. айни ҳол ман дар номинатсияи адабиёти бачагона иштирок мекунам. ман аз осори назмӣ зиёда аз 1000 байт, инчунин зиёда аз 35 осори насриро мутолиа намудам. агар иҷозат бошад, сар карда аз устод Шодравон Мирсаид Миршакар ки яке аз устодони беҳтарин ва дӯстдоштатарини ман аст, баҳри шумо як шеъри дӯстдоштаи худамро қироат намоям. аз китоби Зиндабод ханда шеъри наҳар мори заҳрдор аст. рӯзе морбозеро ногаҳ море газидааст. дери нагзашта морбоз ҳалок гардидааст. ғазаб карда фарзандаш ба саҳро мебарояд. дар ҳар ҷое бинад мор нобудаш менамояд. мори роҳаш гирифта мегӯяд эй ноинсоф, бас аз хунрези дигар накашам шер аз ғилоф. мори заҳрдор кам аст байни мори бисёре, кушта шуд даҳо безаҳр барои як заҳрдоре. تشکر خواهرم. معلوم که شما نمیدونید اینجا احمد دیوبند ها؟ албатта аз устод Садиддин Айнӣ мебошанд. کمتر نقد میکنید؟ аҳмади девбанд ин як писарбачаи хурдсоле мебошад ки дар як деҳа ки одамон бисёр ба девбандию ҳамин ҷинбара машғул буданд. аз ҳамин сабаб ин писарбача дар ҳамон деҳа
استقامت میکرد. روز چند از همون جورا بچه های همون بچه که در همین اثر نامبر کرده اند جمع شوند و آنها با لفظ خود در همون دهه خود بسیار همون گپی مردم که یعنی فولکلور گپی همون خلق که هست که اگر که شبانه برای دیو یا جین به تو یار می شود. اما پدر همین پسر بچه به او میگوید که یگان دیو و جین نیست در اینجا، تو باید بانو تشکر میدونید این معلوم اینجا سهیل جوهری زاده شما نوشته اید لیکن نام شعرش نیست. یگان شعری بچگانه دارد؟ البته از کتاب تذکره ادبیات بچگانه. خانه چی؟ صابر خیال کرد به مکتب روم در آینده من کی باید شوم معلم. نغز است این کار از خواندن شود دانشم بسیار، یا مثل تغام شوم اگرانوم زراعت ها را بسنجم مدام. استاد شوم چی؟ مثل عمکم تا که هر گونه ماشین بسازم. گلیاچیک شوم این هم کاری ساز، با هواپیما میکنم پرواز. کشتی ران شوم این هم کو بجا، گردش نمایم در بحر و دریا. از همه اش خوب خواندن است حالا، تا آخر خوانم به طور اعلا. سلامت باشه. امین جان شکوهی آب از کجا می آید؟ قهرمانشون کیان؟ از کتاب استاد امین جان شکوهی آب از کجا می آید قهرمانان این اثر اسد و صمد پسر بچه های خردکه که می باشند. آغازش بگید؟ ماه اسد در دهقانان ماه ایول رو ماه اسد می نامند. از همین اسد می نامند. بچه هایی که در همون دهه جمع گرد بودند چونین دو بیتی رو می خوندند. در ماه اسد آلو می پزد، می چینیم از آن ما سبد. این رو اسد و صمد شنیده، اسد میشنود خیال میکند که این با او همچون تحقیرآمیز خیال میکند، به خود قبول میکند و از همین سبب که صمد دوست بهترین او بود او همین شعر را نمیخواند. از همین سبب آنها دوستی نزدیک خود بودند. این چونین همسایه در به دیوال یکدیگر بودند. شکر بانو. بعد معلوم میشود که آب از کجا می آید؟ آب از بنگاهی نساس می آید. اینجا شما گلچهره سلیمانی است که بیبی جان هم می آید. از سلیمانی تنها یک شعر می دانید؟ نه. یگان شعر غیر از بیبی جان می خوانید؟ می دانم. خانه چی؟ سیر دنیا یک و دوی و سه و چار، راه گردان شد بختیار. دستش رو بولو پر کرد، باری اول سفر کرد. بی گپ و بی آوازه بر آمد از دروازه. پامانده یک تا رفت به سیر دنیا. قصه آچه جان یک قصه گو، یک قصه که خوش رو، یک قصه نواساز، قصه دور و دراز. آچه جان یک قصه گو، در این قصه یکی تو گربه و موش نباشد، زرگوش بیگوش نباشد، خیرسک نادان نباشد، نوترس. این معلوم که میدونه لطافت کنجه و چیستان میدونید؟ من از لطافت کنجه و چیستان نمیدونم، اما 24 تا شعر از کتابی بدنوسک از یاد نمودم. چیستان نمیدونید؟ نه. افسانه چی؟ افسانه از کتاب استاد عزیز میدونم و افسانه خلق تاجیک. از لطافت کنجه نیست؟ نه، فقط تنها شعرهای 24 تا شعرش رو از بر نمودم، همون از یک کتابی بدنوسک. پولو تابستان خواندید؟ آنقدر خوب در یاد ندارم، اما سنجشش رو خوب در یاد دارم. اینجا نوشته شما پولو تابستان عموما نخوندید؟ خوانده ام اما معلومات کم دارم. چقدر که خوانده باشید معلومات کم داره. این رو من قهرمانش کی است؟ یک پسر بچه‌ای که در سرش توقی بود، نامش در سرش یک توقی گلدار بود، در پاییز می رود برای مادرش هنگامی که او را می زند او می گریزد از خانه و برای درون پاییز می درآید. از همان توقیش می شناسند که او بچه از 4 توت بود.
یعنی خوندگی دو کمتر از زیاد камтар маълумот дорам. خب دکتر جون از نثر ادبیات بچگانه چی چیز خوب خونده اید مثلا аз насри устодони ман пулло толии санҷишро хондам. боз аз насри афсонаи ҳикояи устод азизи азиз ҳикояҳояшро хондаам, афсонаҳояшро мутолиа намудам, инчунин чистонҳояшро аз бар намудаам ва дигар чизҳоро. خب از استاد عینی از یادداشت‌ها یک چیزی بچگانه همونجا است درباره سگ. درباره چی؟ سگ یادتون باشه؟ سگ؟ عینی درباره سگ خود چی میگوید؟ قسم یادداشت‌ها خوندگی؟ نه. نخونده. سوال داره دیگه؟ نیست؟ سوال هست؟ تشکر. дар озмун аз ҳисоби иштирокчиёни калонсор дар ин номина касе ширкат наварзид. озмун аз рӯи номинаи адабиёти бачагона ки хеле ҷолибу шавқовар сипарӣ гашт, кори худро ба анҷом расонид. ҳаминро пай бурдан душвор нест ки аллакай шавқи китобхонӣ дар қалби насли наврас пайдо гардидаву он минбаъд боз ҳам бештар мегардад. боварӣ комил дорем ки шумораи иштирокчиёни озмун ва дӯстдорони китобу китобхонӣ афзун мегардад.